اعتراضهای از همه گسترده و خونین در تاریخ قزاقستان به انجام رسید. این اعتراضها که روز 2 انور در شهرهای ژنازین اقتاو در غرب قزاقستان در پی 2 مرتبه بالا بردن نرخ گاز مایع سر شد. روز 8 انور باز هم در همین 2 شهر پایان یافت. روز 2 انور در قزاقستان روز ماتم اعلام شده است. بنا به امور رسمی در جریان حوادث اخیر در قزاقستان دست کم 44 نفر، 18 نفر از مقامات و 28 نفر از مردم ملکی از جمله دست کم 1 کودک کشته شده، بیش از 1000 نفر زخمی شدند. ولی منابع غیر رسمی شماره قربانیان را به مراتب بیشتر میگویند، زیرا تنها در شهر قزل ارده بنا به خبرها بیش از 20 نفر از اعتراضگران به هلاکت رسیده. در تراز خود مقامات اعتراف کردند که حدود 10 نفر را محو کردند. وزیر کارهای داخلی قزاقستان ایرلند تورغنبایف روز 9 ینور خبر داد که در جریان بی‌ترتیبی‌های عمومی بناهای حکومت 5 ولایت اتیراو، الماتو، ژامبول، اقتیپا، قزل ارده و شهر سمیی از جانب ازدحام تصرف شده. باز به 5 بنای حکومت حمله صورت گرفته است. در الماتو ازدحام مسلح، همچنین بناهای دادستانی، کمیته امنیت ملی، دفتر حزب حاکم نوراتان، فرودگاه و همچنین 7 مغازه سلاح را غصب کرده. از مغازه ها مقدار زیادی اسلحه و تیر را به یغما بردند. تورغنبایف گفت ازدحام همچنین نقلیات جمعیتی را تصرف کرده با استفاده از آنها به مقامات قدرتی حمله میکردند. به طرف مقامات کوکتیل های مولوتوف پرتافته از سلاح تیر میکشادند. نوارهای پیدا شد که در شهر جنبل در میدان به اعتراضگران سلاح تقسیم کرده ایستادند. روز 5 ینور در پس منظر اعتراضها حکومت قزاقستان پره به استعفا رفت، ولی اعتراضها بس نشد و شام 5 ینور پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم جمال توقایف در سراسر کشور وضع فوق‌العاده جاری کرده اعتراضگران را دسته‌های تروریستان و حوادث اخیر را حمله از بیرون نامیده از اودکبه کمک حربی خواست. این سازمان این درخواست را فوراً پذیرفت و علیه روز 6 و 7 ینور نیروهای اودکبه از جمله بیش از 200 نفر از تاجیکستان به قزاقستان وارد شدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی قزاقستان تا 7 ینور همه بناهای مؤسسه‌های دولتی در قزاقستان از دست ازدحام پس گرفته شد، ولی در الماتا بنا به خبرها عملیات پاککاری تا حال ادامه دارد. مقامات میگویند فرودگاه الماتا را نیز پس گرفتند، ولی پروازها از این فرودگاه به مدت نامعین بازداشت شدند. به حساب اتاق ملی صاحبکاران قزاقستان مبلغ ضرر از حوادث اخیر 212 میلیون دلار را تشکیل داده است، ولی به حساب مجله فوربس دارایی تنها 4 میلیاردر قزاق از این حادثه ها 3 میلیارد دلار کمتر شده است. ویاچسلاو کیم و میخائیل لاماتادزه هر کدام 1.4 میلیارد دلار را از دست داده. دارایی دینورا قولیبایف و دختر پرزیدنت سابق نورسولطان نظربایف و شوهر او از حساب در روز 6 ینور یک باره 16% پایین رفتن قرب سهمیه های هالوک بانک 200 میلیون دلار کم شده است. حالا دختر و داماد نظربایف هر کدام 3.1 میلیارد دلار دارایی داشتند. خود نظربایف از 28 دکبر به این سو در محضر عام ظاهر نشده است. آوازه های زیادی درباره به اعتراضهای اخیر دست داشتن کلان نظربایف و حتی فرار او و اطرافیانش از کشور پخش شده بود. حبس کریم مسیموف سابق سروزیر و سابق رئیس کمیته امنیت ملی که از یاران نزدیک نظربایف به شمار می رفت و همچنین از روزهای ناآرامی ها از بردن نام پایتخت شهر نورسولطان خودداری کردن و تنها با ویژه پایتخت اکتفا کردن رهبران قزاقستان به آتش این آوازه ها در مورد وجود تفتیه و نقش تبادلات دولتی با اشتراک اعضای کلیدی حکومت از جمله اعضای کماند نظربایف روغن باسم بیشتر میریخت. ولی روز 8 ینور سخنگوی نظربایف اعلام کرد که او در شهر نورسولطان است و از همه دعوت میکند که در اطراف توقایف متحد شوند. روز 9 ینور سخنگوی نظربایف گفت که گویا وی خودش مقام رئیس شورای امنیت را به توقایف سپریده است. در هر صورت به نظر بسیاری ها اعتراضهای اخیر در قزاقستان از جمله آن صحنه برجسته کندن هیکل نظربایف در شهر تلد قرغان بیانگر آغاز مرحله انجام دوران نظربایف شد. نظربایف هرچند 2 سال پیش رسما مقام پرزیدنتی را سپرد، ولی همچون البسی و پیشوای ملت از پس پرده همچنان
اداره تمام امور کشور را در دستان خود نگاه داشته بود و پرزیدنت توقیف عملا به نام پرزیدنت بود که از خط برایش کشیدن نظربایف بیرون پای گذاشتن نمیتوانست. از این به بعد طوری به نظر میرسد که قرطه های بازی در عرش سیاسی قزاقستان میتواند به دست بازیگران دیگر گذرد. نام و سیمای این بازیگران نو به زودی باید روشن شود.